سلام عزیزم، خسته نباشی. علیک سلام. چه خبره؟ عروسیه؟ جایی باید بری اینقدر به خودت مال دیدی؟ عزیزم من برای تو آرایش کردم. برای من؟ ببخشید وقت من کی گفتم تو برای من اینقدر آرایش کنی؟ من ازت خواستم؟ باشه عزیزم، حالا مگه چی شده؟ میرم پاکش میکنم. خیلی قاله، اول برو 2 تا چای بریز بیا. بفرما. چای تلخ میاری برای من؟ شد یه بار از کارهای من تو ایراد نگیری؟ تو شد یه بار یه چای درست برای من بیاری؟ امروز خوشت اومده کلا رو اعصاب من راه بری یا؟ نه، من با تو هیچ دعوایی ندارم. من فکر میکنم از زندگی زناشویی فقط تو خوردن و خوابیدنش رو یاد گرفتی. نه بابا دیگه چی؟ زبونت هم هر روز داره درازتر میشه. میگم چقدر بده که زن بعد از جدایی این همه قضاوت میشن، نه؟ خسته و کوفته از سر کار پا شدم اومدم الان وقت زدن این حرفاست. حتما کار بدی کردم اون زنا که اینجوری قضاوت شدن. نمیدونم، ولی قبول داری که هیچ کس از دلشون خبر نداره که چه روزا و شبای انتظار کشیدن تا شوهرشون 2 کلام حرف عاشقونه بهشون بزنه؟ این چرت و پرتا به من و تو ربطی نداره. چای تو خوردی؟ برو غذا رو بیار. نمیدونم، شاید در آینده مردم پشت سر منم خیلی حرفا بزنن، بگن خوشی زده بوده زیر دلش خرابکاری میخواست، اما هیچ کس نمیدونه که کنار تو چه حسرتایی به دلم موند که کارم به اونجا کشید. کاش همه میفهمیدن که هیچ زنی از سر دلخوشی از شوهرش جدا نمیشه. یه صبر ازت مونده فقط،